خب سلام دوستان، میخوام تو این آموزش بهتون یاد بدم چجوری به صورت نامحدود پروژه های وایت کدینگ مثل کرسر ای آی یا لاویبل درست کنید. به صورت لوکال هاست وب اپلیکیشن های درجه 1 و با کیفیت درست کنید و به صورت نامحدود. پس با ما همراه باشید. Okay, boys, here we go. Screwball in the side pocket. عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. ما خیلی وقت پیش در رابطه با علما مفصل صحبت کردیم و گفتیم که چه امکاناتی به ما میده. حالا خلاصش بخوام بگم اینه که میتونه در اختیار ما یه سری مدل های اوپن سورس رو قرار بده. اوپن سورس یعنی چی؟ یعنی یک سری مدل ها در اختیار ما قرار میگیره روی سیستم خودمون و که میتونیم ازش استفاده بکنیم. دیگه ارتباطی با شرکت سازندش برقرار نمیکنه. مثل این نیست که برید توی چت جی پی تی بخواید جستجو بکنین یا بخواید API بگیرین. این یک مدل داخلی هست، دانلودش میکنید به حجم 5 گیگ 10 گیگ یا هر چیزی و روی سیستم خودتونه، میتونید ازش هر موقع خواستید استفاده کنید. اما از سخت افزار سیستم شما داره استفاده میکنه برای تحلیل و محاسبات. برای همین نیاز به سخت افزار نسبتا خوبی داره. ترجیحاً اگر کارت گرافیک خوبی داشته باشید میتونید از این مدل ها، حتی مدل های سنگین تر استفاده کنید. حالا توی قسمت مدلز اول که وارد سایت علما میشید به آدرس ulama.com. این چیه؟ یک پلتفرمی هست برای دسترسی به مدل های اوپن سورس. حالا اگر روی سیستمتون سخت افزار خوبی هم ندارید نگران نباشید، چون توی این ویدیو میخوام از یک مدل های استفاده کنم که خیلی سنگینند ولی نیاز به سخت افزار سیستمی خوب نداره. اینجا جمعی از شرکت های معروف مختلف رو میبینید که مدل های اوپن سورسشون اینجا در اختیار ما هست. حالا این باز آپدیت شده نسبت به ویدیوهای قبلی که من ضبط کرده بودم، در رابطه با این صحبت کرده بودم. یک دیتای جدیدی میخوام بهتون برسونم. اینجا مثلا GPT OSS داریم که از شرکت چت جی پی تی هست. مدل‌هاش اینجا میتونیم ببینیم. خب توضیحات مدل ها رو ببینید. این 5 تا مدل در اختیار ما قرار میده که اوپن سورسه. عددی که نوشته و کنارش نوشته B یعنی تعداد پارامترهایی که روی اون ترین شده. 20 B یعنی 20 بیلیون، یعنی 20 میلیارد پارامتر روش ترین شده. 120 میلیون طبیعتاً دیتای خیلی بیشتر و وسیع‌تری داره برای رسوندن دیتا به ما و چیزهای دیگه. خب سایزی که میبینید سایز مدل، یعنی شما به این فضا برای دانلودش نیاز دارید. نوخواین دانلود بکنید لیتست رو 14 گیگ فضا نیاز دارید روی سیستمتون که از این مدل استفاده کنید، چون کل مدل در اختیار شما قرار میگیره حجمش یه مقداری بالا است. 120 میلیون که طبیعتاً پارامتر بیشتری داره 65 گیگ. بعد اینپوتش یعنی ورودی شما چی میتونید بهش بدید؟ تکست. بعضیاش ایمیج هم هست، یعنی میتونید تصویر بهش بدید که پردازش بکنه و بفهمه و خیلی چیزای دیگه. ولی خب طبیعتا هم حجم بیشتری دارن، هم یه مدل های خاصی هستن به اسم مدل های ویژن نامگذاری میشن. خب بگذاریم حالا از این صحبت ها. کیوون رو داریم، کیوون 3، دیپ سیک رو داریم اینجا. کیوون 3 کدر مخصوص پروژه‌های برنامه‌نویسی قوی‌تر که بخوایم بیشتر برنامه ازش استفاده بکنیم. جمای تیری یک شاخه از جمنای هست، اما با بازش کنم مال شرکت گوگل. جمای تیری برای این ساخته شده که حجم مدل کم باشه اما کیفیت پردازش متنش خیلی خوب باشه. یعنی شما حجم رو که نگاه بکنید حجم خیلی کمیه، اون حداقل 10 گیگ 20 گیگ باید باشه. باز ممکنه کیفیت خوبی نداشته باشه، ولی این حجمش کمه، حجم مدل، ولی کیفیت نسبتاً خوبی داره. بعد مثلا جمای تیری لیتست تکست و ایمیج رو میتونه پردازش کنه به عنوان ورودی. حجمش 3.3 گیگه، یعنی یکی 270 میلیون پارامتر. حالا قبلی‌ها مثلا اینا بیلیون میلیارد در واقع، ولی خب این کمتره. باز
ولی حجمش هم کمتره، 292 مگابایت. حتی فکر میکنم این بود، حالا اگر شد یک ویدیو جدایی در موردش ضبط میکنم. یک فضایی در اختیار ما میتونه قرار بگیره. یه دونه از این مدل ها میتونه این امکان رو به ما بده که روی موبایل ازش استفاده کنیم، یعنی از هاست یا از سیستم موبایلتون میتونه استفاده بکنید که ترجیحاً موبایل هایی نیاز دارید که موبایل های قوی تری از لحاظ قدرت پردازشی باشه. این هم در رابطه با جماع تیری. حالا از این بحث علما بیایم بیرون. میخوایم از علما چه استفاده بکنیم. حالا من برنامه‌شم جا دارم و روی این میخوایم کار بکنیم. برنامه‌شم خواستید دانلود بکنید که از اینجا میتونید روی دانلود بزنید و دانلود بکنید. حجم زیادی هم نداره، روی ویندوز، لینوکس یا مک میتونید قشنگ استفاده کنید. خب این فضا رو در اختیارتون قرار میده و میتونید مدل رو انتخاب بکنید. اینا که علامت دانلود وجود داره با دانلود بشه. این خب روی سیستم هم هست، GPT-OSS 20 بیلیون. حالا من میخوام در رابطه با یه سری مدل های استفاده کنم که جدیداً آپدیت شدن به اسم مدل های کلاود. قوی ترین مدل های اوپن سورس اینجا وجود دارن، مثل کیوون تری کدر 480 بیلیون کلاود. 480 بیلیون یعنی روی 480 میلیارد پارامتر ترین شده. این مدل خیلی قویه. حالا میخوایم روی این تست انجام بدیم. حالا میتونید تست بکنید دیگه، ببینید کدومش. حالا کلاود چه ویژگی به ما میده؟ این سخت افزارش کلا سخت افزار خود علما هست، یعنی مدل روی سیستم اوناست ولی شما اینجا میتونید باش چت بکنید. ضمن اینکه API هم نیازی نیست بگیرید. API ها محدودیت دارن. بعد از این مدتی مجبورید هزینه بکنید بابت توکن هایی که بخواید خریداری بکنید، ولی این شکلی نیست. یعنی سخت افزار خوبی هم حتی نیاز ندارید. از سخت افزار خود علما استفاده میشه برای این مدل ها. مثلا این کلاود خیلی چیز خفنیه. این آپدیت جدید علما هست و میتونید ازش استفاده بکنید. اما ما فعلا با این موضوع همکاری نداریم. اما مدلی که من تارگتم ازش استفاده بکنم مدل کیوون تری کدر 480 بیلیون کلاوده. خب من یه جا ازش یه سوال پرسیده بودم برای که بفهمید این مدل چجوریه. این حجم کدی که از اینجا شروع میشه تا حالا بریم بالاتر، این حجم زیاد کد نویسی که میبینید اینجا، من یه پرامپت ساده داده بودم بهش. حالا بریم پایینتر. گفته بودم چی؟ برام یک سایت وب اپ طراحی کن شبیه وب سایت هایی باشد که فرانتش فروشگاهی باشه و خیلی توضیحات این شکلی بهش دادم. یه کد HTML بهم داده، یعنی صرفاً فرانته. حالا بریم ببینیم خروجیش چی شده. من فایلش رو کلا کپی کردم رو یک TXT، فرمتش رو گذاشتم HTML. حالا ببینیم خروجیش چی شده. یه همچین چیزی طراحی کرده، یه چیزی شبیه اسلاید بار، حتی هر چند ثانیه یک بار عوض میشه. ببینید که چقدر قوی و زیبا عمل کرده. لازم من یک پرامپت ساده بهش دادم، تقریبا یه چیز کاملی برام طراحی کرده و دسته‌بندی هم داره. البته فعلا این چون فرانته چیز قوی برای من ارائه نمیده، یعنی من روی اینا بزنم اتفاقی نمیافته و روی جستجوه. خب الان من دارم تست بکنم. خب هیچ اتفاق نمیافته چون خودم گفته بودم فرانت برام طراحی کن. خواستم ظاهرشو ببینم. تا همین نقطه از خیلی از مدل‌های دیگه قوی‌تر عمل کرده توی طراحی. مدلش هم که بهتون گفتم چی هست، اون کیوون تری فلان. بنابراین حالا خواستین استفاده کنید از این مدل استفاده کنید. این هم فضاش ابریه و میتونید خیلی راحت بدون سخت افزار ازش استفاده کنید. خب بازم از این بحثا بگذریم، وارد بحث اصلی بشم. میخوام نرم افزاری بهتون معرفی کنم تحت عنوان دیاد، حالا یا دیاد یا هر چیز دیگه ای، تلفظش رو خیلی دقیق نمیدونم چی عنوان میشه کرد. خب این دیاد چیه در واقع؟ حالا سایتش رو اگر بتونم پیدا کنم بهتون نشون بدم که توی دیسکریپشن هم براتون میذارم حتما. خب اینو بازش کنیم سایت دیاد رو. خب توی سایت دیاد چه اتفاقی داره میفته؟ توی وارد سایت دیاد بشین، دانلود دیاد فور ویندوز رو کلیک کنید. حالا بسته به سیستم عاملتون میتونید استفاده کنید. حجمی نداره به اون صورت 2300 مگ، شاید بیشتر نباشه.
اینکه دانلود شد بیارینش بالا. حالا من میخوام چیکار بکنم؟ برای چی اولاما رو اصلا توضیح دادم از اول؟ ما میخوایم اولاما رو کانکت کنیم به این فضا. حالا اولاما چه دردی از ما داره دوا میکنه؟ اولاما وصله به مدل های اوپن سورس، پس از این طریق میخوایم مدل های اوپن سورس رو وصل کنیم به این. حالا این نرم افزار کلا چیه؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ چرا باید از این استفاده کنیم؟ احتمالاً زد ای آی رو به خاطر دارید که مدل فول استکش. حالا بذارید یه کاری بکنیم. پس برای که یه خروجی هم ازش ببینید، من همین پرامپت ساده رو بریم توی سایت زد ای آی که برای قسمت معروفه میشه. زد ای آی رو من میزنم، میخوام بهتون بگم کاربرد اون چیه و چه شباهت هایی داره با کدوم بخش زد ای آی. این در واقع وایت کدینگ داره انجام میده براتون این سیستمه، یعنی برنامه نویسی پروژه محوری که خروجیش رو میتونید ببینید، یعنی در قالب وب اپلیکیشن یا در قالب سایت در لحظه به صورت ریل تایم میبینید خروجیش چه اتفاقی براش افتاده و میتونید کداتون رو در لحظه اصلاح بکنید. همچین ویژگی هست که مشابه لاویبل که احتمالاً باش کار کردید. این فول استک رو که بزنید شبیه همونه تقریبا و شما میتونید بهش یک موضوع رو بدید. من همین رو پیست میکنم، موضوع قبلی رو، میره توی پروسه طراحی و ساخت و حالا یه مدتی، البته این مقداری طول میکشه چون پروژه داره عمیقاً انجام میشه. و حالا توی پرانتز مدلی که داره استفاده میکنه GLM 4.5. توی این مدل ها من همینجا سرچش کنم GLM 4.5 هم اینجا میبینید که داریمش. حالا من کلاودش رو میخوام GLM هم پس اینجا داریم، میتونیم از اینم استفاده کنیم حتی، یعنی شبیه زد ای آی. البته احتمالاً تفاوت زیادی وجود داره توی مدل اصلیش. قاعدتا اونی که روی شرکت اصلی زد ای آی خیلی باید قوی‌تر و حرفه‌ای‌تر باشه، کاملا بدیهیه تا این مدلی که اوپن سورس داریم استفاده میکنیم. خب این خروجیش شروع میکنه به طراحی کردن. بله، همچین ساختاری برای من انجام داد. میبینید که آره این هم تقریبا چیز خیلی خوب و زیبایی هم ساخته زد ای آی، ولی خب چون همینم فرانته بنابراین خیلی چیزا رو نداره. من صرفا هدفم این بود که بهتون نشون بدم چه اتفاقی قراره اینجا بیفته اونجا بیفته که اینجا مشابهش رو میبینید. پس اینجا قراره اتفاقی بیفته مشابه این شکلی که دارید میبینید، یعنی که محیط اینجا برای برنامه نویسیه و به صورت وایت کدینگ یا فول استک شروع کنید یه پرامپتی بدید، اون براتون برنامه نویسی کنه و پروژه رو اینجا بهتون نشون بده و دسترسی به میتونید پابلیشش کنید، اینجا میتونید دانلودش کنید یا هر چیز دیگه. حالا بریم توی این. حالا از این به بعد با این کار داریم دیگه. خب اول بیاید قسمت ستینگ، اول تنظیماتشو انجام بدیم. اینجا که میتونید محیطشو لایت یا دارک بکنید که من روی دارک راحت ترم. اینجا سیستم ها و پلتفرم های هوش مصنوعی هست. حالا اولاما یه دونه از این پلتفرم هست، از این پلتفرم ها داره پشتیبانی میکنه که من با بقیه‌اش کاری ندارم. این پلتفرم ها مدل های اوپن سورس روشون قرار میگیره و میشه از اون استفاده کرد. حالا برای شما اولاما هم نداره. خب روی اد کاستوم پرووایدر کلیک کنید. خب از شما آیدی میخواد، نیم میخواد و URL. حالا ما خودم رو نشونتون بدم. ادیت پرووایدر آیدی اولاما میزنم، حالا اینم اولاما میزنم نیمش، این خیلی مهم نیست. API base URL فقط حواستون باشه اینو دقیق این هم چیزی که من نوشتم بزنید. HTTP اس نداره حتما. // و لوکال هاست 2.11.434 حتما از این استفاده کنید که متصل به درگاه اولاما لوکال هاست شما و سیستم شما. این رو که بزنید اولاما رو میسازید. اینجا میتونید دسترسی به این پلتفرم رو اینجا بهش بدید. حالا قبل از اینکه وارد اولاما بشم و توضیحات بعدی رو بهتون بدم، اینجا میتونید API های هوش مصنوعی مختلف هم بهش بدید. بهتون نشون میدم کجا باید بریم. مثلا میخوام از چت جی پی تی 5 استفاده بکنم، API بهش بدم. اینجا میتونید بهش API بدید اگر گرفته باشید و از این استفاده کنید برای وایت کدینگتون. بنابراین از هر چیزی میتونید استفاده بکنید، محدودیت اینجا نخواهید داشت. خب مجدد ستینگ AI و بریم توی اولاما.
خب اولاما بازم اینجا خالی مدل ها براتون. من مدل هایی که اینجا استفاده کردم اینجا بازش دارم. اد کاستوم مدل رو میزنم. بعد خب این رو من دانلود کردم یه جا. حالا برای دانلود کردنش هم من بهتون بگم، مثلا میخواین از این مدل استفاده کنید. خب این مدل رو انتخاب کنید، اینجا یه های بزنید، معمولا مدل شروع میشه به دانلود شدن. یا نه از طریق کامن ویندو هم میتونید این کار رو بکنید. حالا من بهتون نشون بدم. خب GPT OSS من دارم از کدوم استفاده میکنم؟ دارم از این استفاده میکنم که جدیدترینش البته اینه. خب من میخوام از این استفاده کنم. بیایم تو این صفحه، بهم گفته چه دستوری استفاده کنم به عنوان دستورات CMD. من از اون استفاده بکنم که اینجاست. اولاما ران GPT CMD رو بزنید و شروع کنید از این استفاده کنید. شروع میکنم دانلود کردن. حالا یه چیزی هم همینجا بهتون بگم، دارم بحث رو گسترده تر میکنم، عذرخواهی میکنم، وارد بحث دیگه میشم. خب اینجا اگر مثل من درایو سیتون پره و این حجم اینا هم که زیاده 14 گیگه مثلا، این شما اینجا یک فضای دیگه بهش تعلق میدید که اون مدل بره جای دیگه براتون دانلود بشه. 14 گیگ ممکنه من فضای سی نداشته باشم یا هر چیز دیگه ای، میتونید اینجا عوضش کنید. خب این دستور رو بزنید که شروع بشه به حالا یه چند دقیقه طول میکشه تا دانلود بشه. دانلود که شد میتونید ازش استفاده بکنید. مثلا اینجا اد کاستوم مدل رو که زدین، حالا من این رو ادیت میکنم که اینجا براتون توضیح بدم. اسمش رو دقیقاً اینجا یه بار اینجا پیست میکنید، یه بار هم اینجا پیست میکنید. این دیسکریپشن هم که مهم نیست. بنابراین اسم مدل اصلی که اینجا دارید استفاده میکنید GPT OSS 20 بیلیونه. دقیقاً عین همین اینجا میزنید که این مستقیما وصل میشه به مدل های اوپن سورسی که اونجا دارید. حالا برای اینم که میخوایم استفاده کنیم همین به همین شکل داریم انجامش میدیم. اینو که باز کردین، حالا این ابری دیگه نیاز به دانلود شدن هم نداره. خب اینو که یه بار یه های بزنید که شروع کنه به تعامل برقرار کردن، مدلتون اینجا فراخوانی بشه. بعد از اون اسم مدل رو دقیقاً با همون عبارت صحیح اسم مدل اینجا به همین شکل اسمش هم اینجا پیست میکنید، هم اینجا پیست میکنید. اینجا هم دیسکریپشن مهم نیست. اینجا محدودیت توکن هم میتونید بهش بدید که من دست بهش نزدم. میتونیم حالا توکن برای این هستش که توی خروجی محدودیتی برای ما قائل نشه و بتونه به خوبی عمل بکنه. اوکی، بعد از اینکه این کار رو کردیم، خب پس کار ما با تنظیمات تموم شد. فقط این رو بزنید که من اینو کپی میکنم. خب برای که میخوام هیچ جا ایراد و اشکالی نداشته باشین و گیر نکنید، سعی میکنم به سوال احتمالاتون پاسخ بدم همینجا. روی این پیست که کلیک بکنید اسم مدل اومد اینجا. بعد این توی حالت ستاپ کامپلیت قرار میگیره که یعنی درست انجام شده. خب الان این اکتیو شده و میتونید ازش استفاده بکنید. بسیار خوب، بریم ادامه بحث. روی قسمت اپ کلیک کنید. من یه پروژه داشتم اینجا، تاریخچه کداتون هم اینجا قرار میگیره. خب روی این قسمت که میایم، اول اینجا اسم مدل رو انتخاب بکنید. اسم مدل من یه لحظه اینو بیارم پایین‌تر. از دو طریق میتونید دسترسی پیدا کنید. حالا اونجایی که مدل اولاما رو انتخاب کردیم باید حتما دسترسی رو بهمون بدیم. یکیش اینجاست، این پایینه، لوکال مدلز. و تو این قسمت روی اولاما که کلیک بکنید این چیزایی که دارید اینجا میتونید استفاده بکنید. من یه مقداری واضح‌تر ببینم. بله، روی لوکال مدلز اولاما 4 تا مدلی که من تا حالا باش کار کردم و اونجا دارم اینجا دسترسی بهم داده. برای تست حالا من چند تاشو تست کردم، به نظرم اومد که کیوبرنتری کدر اون که بهتون گفتم این بهتره برای این شکل کد نویسی که میخوایم وب اپلیکیشن زیبایی طراحی بکنیم. پس از این استفاده میکنم. این رو کلیک کنید تا این فعال بشه. با بقیه مواردم دیگه کاری نداریم. اینجا میتونید دیتا هم بهش بدید، عکسی، فایلی، چیزی که از اون حالا لوگوی اگر دارید میتونید اینجا بهش بدید که حتما از اون استفاده بکنه. خب من اینم دارم. دنبال یه ایده خوبم برای طراحی فول استک. یه پرامپت بهم بده برای طراحی آنلاین شاپ میوه. ببینم چیکار میکنه. بیا از پرامپتش استفاده کنیم برای اون، ببینیم اون چیکار میکنه. این پرامپت خیلی به اون صورت
یه مقدارش هم فارسی نوشتم، چیزی بود که تقریبا ما میخواستیم بگیم. اوکی، حالا همینو بهش میدم. حالا چیز فرضیه، شما میتونید روش کار بکنید و شکل‌های مختلفش رو تست بکنید، مطمئنا خیلی قوی تر در میاد. این مدل درسته. خب پیستش کنیم و بریم برای اجرا. میره توی این قسمت که داره میچرخه و حالا این مشخص که داره اتفاقاتی میفته. بریم برای خروجیش ببینیم چه خبره و چه اتفاقی میفته. یا این مدل نسبتا هم سریعه، چون هاستمون هم هاست علاماست. اوکیه و خوبه. ببینیم فقط چیکار میکنه. یه مدتی بهش زمان میدم، بعد میریم ادامه ویدیو. بسیار خوب. توی فرایندی که داره اجرا میشه حواستون باشه یه جایی ازتون میپرسه میخوام تغییرات رو اعمال بکنم، اجازه بهش میدید یا نه. من روی آتو اپروو زدم که حالا شما این تیکو بزنید اوکی میشه و شروع میکنه تغییرات رو لحاظ کردن. و اینجا اگر مشکلی خطایی آورد میتونید اینجا فیکس داره، گزینه فیکس ای آی میتونید بزنید و مراحلش ادامه پیدا کنه. خب دوستان، پروژه تقریبا تموم شده. البته یه سری نواقص داره. حالا شما که دارین برای خودتون پروژه میزنید با حوصله وقت بذارید، نهایتا یه صبح تا شب هم طول بکشه، ولی میتونید باشه پروژه کامل و از 0 تا 100 طراحی بکنید. الان یه هوش مصنوعی دیگه، هر جاش نقص داره کم کم بهش بگید که اینو تکمیل بکنه. خب حالا همچنان برای ما ناقصه، ولی یه یو آی زیبای خوبی داره. الان میتونیم بررسیش بکنیم. خب اول که این صفحه که بهتون نمایش داده میشه این قسمت پریویو هست. بعد کد هم اینجا موجوده، میتونید ازش استفاده بکنید. میتونید اکسپورت بگیرید به صورت HTML و فلان، روی هاست بذارید و هر کاری خواستید بتونید انجام بدید. پابلیش هم داره که باید وصلش کنیم به گیت هاب. میاد روی گیت هابتون، اونجا میتونید دانلود بکنید. و حالا اکسپورت و یه سری مسائل دیگه هم باز بحثش اینجا مطرحه که یک مدلش برای لاویبل قبلا توی ویدیوهای قبلی تست کردیم. حالا باز اگر نیاز بود میتونید بگید توی کامنت ها، راه حلش رو بهتون بگم حداقل. خب اوکی، توی پریویو این گزینه که اینجا هست اینو کلیک کنید تا صفحه رو کامل ببینید. ببینید که بله صفحه زیبایی هم داره، تقریبا خوبه. فقط یک جاهای اینجا تصاویرش موجود نیست. احتمالا یه صفحات از یک منابع استفاده کرده که من نمیتونم به اون منابع دسترسی پیدا کنم. حالا علتشو نمیدونم. حالا برای خودتون که خواستید کار بکنید دیتابیس آماده بکنید به صورت CSV. دیتابیس داده هاش در دسترستون باشه دیگه که اتفاق برطرف بشه. خب این رو داره، سبد خریدم داره. البته اینم کار نمیکنه. حالا به مرور زمان شما وقت بذارید بگید اصلا اینو تکمیلش کن. من دیگه فرصت این کارو ندارم. من فقط میخوام یو آشو بهتون نشون بدم. ببینید چقدر زیبا طراحی کرده. اینم همجور همون مشکل داره از بابت عکس. خب دسته بندی کرده، قیمت میشه فیلتر کرد. البته اینا خیلیاش بکند نداره احتمالاً. حالا بگید تکمیلش بکنه، احتمالاً این کارو بکنه و مشکلی هم نداشته باشه. افزودن به سبد خرید، این افزودن که بزنی کل صفحه باز میشه. میتونید مثلا قلب بذارید، شیر بزنید، یا شیر کار نمیکنه دوتا میزنم مثلا افزودن به سبد دیگه اضافه شد سبدتون. سبدم که سبد مجدد سری مشکلات داره. اسلاید بارش اوکیه، دسته بندی محصولات اوکیه، به صورت یو آی البته اوکیه، نه به صورت کامل. و یه چیز نسبتا قابل قبولی ما ارائه داده. حالا اگر میخواید ببینید توی گوشی چه شکلی میشه، اینسپکت رو بزنید، کلیک راست کنید، اینسپکت رو بزنید. اینجا یه حالت کیش تبلت، فکر کنم یکیش هم موبایله. اینجوری بررسی کنید این چه شکلی میشه. مثلا توی موبایل اگر باشه، خب توی موبایل اگر باشه ممکنه یه سری استانداردها رو نداشته باشه، ولی خب تو هر قسمت یه دونه محصول نشون داده میشه. حالا میتونه بعدم نباشه. حالا به صورت کلی این یو آی برای ما طراحی شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی زیبا و عالی. همینو وقت بذارید تکمیلش بکنید، یه پروژه خوبی از توش در میاد. حالا یه نکته دیگه ای،
کلا هوش مصنوعی ها توی طراحی یو آی ممکنه خوب باشن ولی توی بک‌اند به خوبی کار نکنن. ممکنه خوب کار بکنن یا خوب کار نکنن. یه نکته که وجود داره اینه که میتونید مدل رو عوض بکنید. یه مدل دیگه هم GLM رو میتونید تست بکنید. مثلا اینجا ببینید چجوریه. مثلا GLM رو ببینید، GPT رو ببینید کدومش اوکی تره. مطمئن بشید که از مدل بهتر استفاده کردید. این سری دیتا هم اینجا میتونید بهش بدید که باز تکمیل تر بشه. حالا برای قسمت بکندش میتونید جدا برنامه نویسی بکنید. بکند یعنی اتفاقات محصولات رو داشته باشید، یه سری دیتا ها رو بگید از یک جای دیگه، هوش مصنوعی دیگه، مثلا چت جی پی تی براتون طراحی بکنه با زبون مثلا جاوا اسکریپت یا پی اچ پی. بعد اون کد رو کلا کپی کنید، بگید برای این کد برای من یو آی درست کن. حالا باز ایده های بهتری اگر پیدا بکنم برای کار که بتونه کیفیت بیشتری بهتون ارائه بده، حتما ویدیوشو ضبط خواهم کرد. حالا تا همینجا رو داشته باشید فعلا. باز اگر نکته‌ای هست بفرمایید و انشاءالله موفق باشید. یه نکته دیگه پایانی بهتون بگم در رابطه با کل حالا مسیرهایی که ما داریم میریم و توی ویدیوها سعی میکنیم رعایتش بکنیم، اینه که من صرفا نمیام بهتون ابزار هوش مصنوعی معرفی بکنم، بگم این ابزاره و برید ازش استفاده بکنید. این هنر نیست خیلی از نظر من. هرچند خیلی از همکارم کار میکنن. اگر بخوام این کارو بکنم میتونم در هفته 50 تا ویدیو آپلود بکنم و بهتون بگم این ابزار هست، این اومده، این فلانه. این میتونه خوب باشه اما میتونه کافی نباشه. من میخوام ابزارها رو یه طوری بهتون معرفی بکنم که بتونید ازش ایده های پولسازی حداقل دریافت بکنید. یعنی ایده به اضافه ابزار هوش مصنوعی به اضافه نگاه کاربرد محور. یعنی قرار کجا استفاده بشه؟ مثلا این میوه فروشیه. خب یه سیگنالی به ما میده که میتونیم اینجا تو این بازار یه همچین پروژه‌ای کار بکنیم یا هر چیز دیگه ای. آرایشگاه آنلاین، نمیدونم فروش عسل آنلاین، هر چیزی با توجه به شغلتون، تواناییتون و هر سیستمی که داری توی زندگی و علاقه دارید میتونید از این موارد استفاده بکنید. بسیار خوب، موفق باشید.